سلام. تو این فکر بودم که تو برنامه تغییراتی بدم، مهمونه دیگه بیارم، لاریجانیا، حسین شریعت مداری، سبزعلی رضایی، حتی خود آقا محمود، شاید فرجی بشه. ولی دیدم اینا همشون انگوش کوچیکه دکتر هم نمیشن. دیدم راه به جایی نمیبرم. با این اوضاعی که سر نظام هست و روز به روزم بدتر میشه، اسم برنامه رو عوض کنم، اسمش بذارم بنبست استراتژی نظام. ولی دلم نمیاد، دلم بره مقام عظما خیلی میسوزه. حیوانکی آخر عمری بد جوری ضایع شده. نظام الهیمون پنچر نیست که بگیم یه چسب وصله میزنیم درست میشه. لاستیک و تیوبش جر خورده و کارش نمیشه کرد. نمیدونم، شاید باز خود مقام عظما بیان و معضلات استراتژیکی رو یه جورایی حل کنن. اما دیدم اگه اینو به دکتر بگم از کوره در میره. دست آخر دوباره رسیدم به خودش، به همون هیبت و هیکلی که با 150 کیلو آهن و پولاد سرد دست و پنجه نرم میکنه و آخ هم نمیگه. میشه سر جان کس با 150 کیلو پولاد سرد آخ نمیگم، ولی با 60-70 کیلو مجری بی‌معرفت 48 جور آخ ازم در میاد. لامروت چه شلتاق پلاقی هم میکنه، برای خودش میبره و میدوزه که پنچری اینجوریه و لاستیک قلبه کن کردن اونطوریه. ناکس یادش رفته که تاتی رانندگی استراتژیکی رو که یادش میدادم چه فضاحتی بود. مرحوم ابوی همیشه میفرمودن بزن بهادر. عرض کردم بله، میفرمودن که به مشنگه گفتن امتحان رانندگی که دادی چطور بود؟ گفتش که والا نمیدونم، ولی فضا خیلی عرفانی بود. سر هر پیچی که میرسیدم کل جماعت دو ماشین دست به دعا برمی داشتن. خودشو ناکس همچین گم کرده که 40 تا عاقل با تجهیزات کامل نتونن پیداش کنن. این دفعه به جای اینکه روشنش کنم خاموشش میکنم، بعد میپردازم به شما. این از تو ناکس. اما شما گوشاتون رو درست ایوا کنین. حوصله ندارم هر چیزی رو 10 دفعه توضیح بدم. برای اینکه ازدحام نشه سوال به نوبت. اول تو، بعدش هم تو، بعد اون یکی که اومده با اون هیکل جلو هم نشسته، دفترم برای خودش آورده ناکس، هنوزم هیچی نگفته، شروع کرده به نوشتن. بعدش هم تو. این میشه ترتیب سوالات. ولی چون وقت من علف خرس نیست لازم نکرده سوال کنین. همه ساکت، خودم بحث رو مطرح میکنم. برای شروع بحث اول باید ذهن رو یه مقدار گرم کنیم. گرم نکرده بهش فشار بیاری میگیره. یه سوال دستگرمی: اگه استراتژی نظام رو یه نفری مثل من تنهایی در 100 روز در بیاره، 100 نفر مثل شما چند روزه در میارن؟ جوابش چیه؟ هیچی، چون استراتژی رو من در آوردم دیگه. مگه مشنگیم که دوباره بدیم دست یه مش مثل شما که بخواین استراتژی در بیارین؟ رو آب بخندی، تو یکی لازم نکرده بخندی و اف بیای. میخنده که خودش رو قاطی استراتژیستا جا بزنه. درسته که هر کسی حق داره احمق باشه، ولی تو دیگه از یه حق سوء استفاده نکن. ناکس. 2 تا بحث دارم امروز براتون. محکم بشینید، تحمل کنید، تموم میشه. طوریتون نمیشه. خدا رو چه دیدی؟ شاید هم یه چیزی فهمیدیم بالاخره یه بار. اولین بحثم در مورد مذاکرات با 5 به اضافه 1. سوال شده که این چه گندی بود زدیم که با دادار و دودور گفتیم استانبول رو قبول نمی کنیم، باید پاشیم بیاید دمشق. بعدش گفتیم غلط کردیم، همون استانبول قبول رو سرمون میذاریم. خوب گوشا رو باز کنید، حوصله تکرار ندارم. طول سگ ضرب در عرض سگ میشه مساحت سگ. تو هول نشو، با تو نیستم. فقط خواستم نشون بدم که با چرخوندن زبون میشه کار رو از هر جایی که باشه برگردوند و بی خیال حرفای قبلی شد. سربسته گفتم در مورد گفتگوها. اما بحث دوم در مورد دعوای آق محمود و مقام عظما. اصلا به شوتبازی‌های آق محمود کار نداشته باشید. اتفاقا هر چی که بتونید تحویلش بگیرید، بزرگش کنید، وگرنه تو سر کی میخوره؟ تو سر مقام عظما. چون که میگن زورش به گماشته پیزوری خودش هم نمیرسه، بذار اقلا بگن زورش به گماشته گردن کلفت خودش نمیرسه. مرحوم ابوی همیشه میفرمودن بزن بهادر. عرض میکردم بله، میفرمودن که یارو رو عقرب نیش زد. تو نفس آخر که داشت میمرد گفت نگیم با نیش عقرب مرد،
آبرو میره. سر قبرم بنویسین پلنگ خوردش. روشن شد. یا بگم که برن یه پوتا پروژکتور بیارن بندازن رو اون گوشباقی که اونجا از اول کار خوابیده ناکس. آخه مشنگ لالایی هم اگه میخواستم بخونم باید اول میشنیدی بعد میخوابیدی. آوردی به رونق بدی به مجلس روغن ریختی تو باکمون. ناکس. مرحوم ابوی همیشه میفرمودن بزن بهادر. عرض میکردم بله، میفرمودن سگی که به زور ببرنش شکار پاچه صاحبشو میگیره. صد رحمت به همون مجری کم معرفت. پاشین برین دنبال کارتون، حوصلتون رو ندارم.